وقتی انسان به زنان و اطفال و امت نگاه میکنه که هر روز جنایت میشه، اصلا به الله قابل تحمل نیست، به هیچ وجه حتی حیوان نمیتونه این حالت تحمل کنه. ما دیگه این حالت نیست. هنوزم به الله بر نگردیم، هنوزم استغفار طلب نکنیم از گناهان خود. چه وقت بیدار میشیم؟ چه وقت بیدار میشیم به الله؟ از این حالت دیگه من نمیتونم تصور بکنم که حالت بدتر از این هم میسر آمد. یک طفل مظلوم خورده که فقط نام پدر خود گرفته نمیتونه، از زیر آواره ها رو بلند کنیم، میگه پدر مو طرف است فقط اشاره کنه نمیتونه. او بیچاره پدر خود از دست داده. یک طفل معصومی که از کل خانواده خودش 6-7 ساله مونده در کوچه های سوریه میگرده و هیچ پناهگاهی برش نداره. چه وقت بیدار میشه این امت؟ وقتی یک زن مسلمان بر مایه در پیشوری شوهرش، در پیشوری مادرش توسط جانی ترین انسان ها مورد تجاوز جنسی قرار میگیره و شوهرش نگاه میکنه و خود از اون زنده میسوزونن، تیر موتر در گردنش میندازن و او رو آتش میدن و ما نگاه میکنیم و بیدار نمیشیم. چه وقتی امت بیدار میشه؟ چه وقت حالت خود درست درک میکنیم؟ کجاست انسانیت ما؟ کجاست اسلامیت ما؟ کجاست دینداری ما؟ کجاست اخوت دینی ما؟ کجاست اون دردی که یک مسلمان، یک انسان به عنوان یک انسان باید داشته باشه؟ قسم به الله هست وضعیت امروزی که مسلمان ها داره، قسم به الله هست انسان رو تحمل کردن نمیداره. چه رسه با یک نفری که اون پیوند برادری دینی با ما داره. هر وقتی که الله شاهد است، هر وقتی که قضایای امت میبینیم در ذهن خودم میاد خب اگر کسی اینمی عملی که بالفعل در مقابل یک خواهر مسلمان سوری و میانواری ما جوان در اگر در مقابل ما باشه چی احساس می داشته باشه؟ آیا همین احساس داریم؟ اگر نداریم قسم به الله ایمانم نداریم. من هیچ وقت فراموش نمیکنم نامه یک خواهر مسلمان عراقی ما را که از زندان ابو غریب بر مسلمان ها روان کرده بود. شروع نامه خود با قل هو الله احد کرده بود. قل هو الله احد الله الصمد. باز میگه ای امتی که این کلمه با ما شریکین، چرا بیدار نمیشین؟ بسیار یک نقطه خطرناک اشاره کرده بود. میگه ای امتی که در گفتن قل هو الله احد با ما شریک هستید، آیا این به اندازه یک پیوند نسبی برای تو ارزش نداره؟ کدامتون آمده هستین که خواهر مادرتون رو ببینید نمی حالت سرش باشه و به خاطر از اون اقدام نکنید؟ کدام ما شما میتونید تحمل بکنید؟ حالا پیوندهای ایمانی به همین اندازه ما اساس شدن، به همین اندازه برای ما کم ارزش شدن. کجا از ایمان داریم؟ و باز این چقدر دردناکتر است که ما در همین حالت قرار داریم، هنوز هم دست یک دیگه خود بزنیم. این یعنی اوج حماقت، اوج نادانی، اوج جهالت و اوج تکبر. چه وقت بیدار میشیم؟ چه وقت هوشیار میشیم؟ منتظر چی هستیم دیگه نمیفهمم. منتظر چی هستیم؟ چی حالت بیاد در امت که ما درک بکنیم و احساس پیدا بکنیم و ایمان ما زنده شد؟ چی حالت؟ منتظر چی هستیم؟ منتظریم هر کدام ما این حالت بالفعل سر ما واقع شد؟ هنوز ما ضرورت به اتحاد نفهمیدیم، هنوز ما ضرورت بر منسجم بودن نفهمیدیم، هنوز ما دشمن مشترک خود نشناختیم. چه وقت میشناسیم؟ چه حالت؟ من تعجب میکنم چه وقت ما درک میکنیم که ما برای مسلمان یک فریضه بسیار مهم به نام اتحاد وجود داره و چه وقت آیات الله را درک میکنیم که واعتصموا بحبل الله؟ چه وقتی را درک میکنیم؟ اگر این حالت درک نکنیم، وقتی زنان و اطفال ما پیشوری ما پاره میشن، درکش نکنیم، دکل یک دیگه خود بزنیم، چه وقت بیدار میشیم؟ اون مسلمانی که کل خانواده خود عزیز داره، کل خانواده خود و خودش هم در حالت زخمی مبره، ما در این جمع اصحاب ما خراب است تکفیر میکنیم. اگر در همین حالت داشته باشیم قسم به الله متعال امت خلاص نمیشه. چه وقت بیدار میشیم؟ عقل ما کجا شده؟ مسلمان زیرکترین انسان باید باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مسلمان از یک شراب دوباره گزیده نمیشه. حتی نظر از سندی حدیث از لحاظ مفهوم درست است. نباید دوباره سر ما تکرار شود، نباید دوباره سر ما تکرار شده بود. تجربیات تلخ را بارها باید تکرار بکنیم. مسلمان همیست که درس باید بگیریم. اگه از این حالت درس نمیگیریم از کدام حالت درس میگیریم؟ این سوال است که هر کدام ما از خود بپرسیم. میره اوج ذلت مسلمان ها هست. هنوزم ما بیدار نیستیم، هنوزم در اختلاف مصروف هستیم، هنوزم فکر میکنیم که همین است و دین است و اسلام است، خلاص دیگه کلی چیز رفت از بین. تعجب میکنم انسان.
الله متعال بر همه ما شما توفیق از این نصیب بکنه که دوباره به دین خود برگردیم. پروردگار تو خودت با عظمت و جلال و کبریایی که داری این ذلت را از امت اسلامی بردار. پروردگار بدون شک ما اسباب پیروزی را مساعد نکردیم. پروردگار تو به خاطر کوتاهی ها و تقصیرات ما اولاد و زنان و اطفال و پیرزنان این امت را عذاب نکن. پروردگار تو خودت در مقابل این امت رحمتت را شامل حالشان بگردان. پروردگار زنان و اطفال مسلمان مظلوم در گوشه و اطراف دنیا را از این ذلت نجات بده. پروردگار ما را متحد بگردان. پروردگار تو در قلب‌های مسلمان‌ها اتحاد و محبت را بیانداز که در میان مهاجرین و انصار انداخت. پروردگار برای ما او ایمانداری و او اخوت دینی را نصیب بکن که در میان مهاجرین و انصار نصیب کرده بود. پروردگار برای ما این درک را نصیب بکن که وضعیت امت خود را بفهمیم و به همون طریقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب بزرگوارش دین را فهمیده بودن و امو فهم دین را برای ما هم نصیب بکن. پروردگار تو خودت برای ما توفیق را نصیب بکن که برای دفاع از این امت مظلوم دست به دست هم بتیم و متحدانه در مقابل دشمن جنایتکار و وحشی خود قرار بگیریم. پروردگار تو خودت این تفرقه و این اختلاف از میان مسلمان ها بردار و مسلمان ها را به او عزت از دست رفتهشان بر بگردان و مفهوم درست دین را بر ما نصیب بکن. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک اشهد ان لا اله